خب با سلام مجدد بینندگان گرامی، بخشش زیاد بله یک زنگی خیلی مهم بود و الحمدلله پس از ادای نماز اومدیم دوباره و معلومات البته از داخل خاندانی امام علی رحمانوف بود. خدا را شکر که اصلاح بعضی کارهای خیلی خوبی را انجام داد در مورد آشکار و فاشکاری آنچه که در خاندانی سرخور و ظالم ملت می رود. فعلا خوب از جزئیات کامل مسئله تنها یک چند آگاهی میتیم که خودشون بفهمند که ما تا کجا کار کرده ایستیم. تخمینه و زویر یعنی فیروزه دختری رحمانوف هر دوش، یعنی که تخمینه و فیروزه دختری رحمانوف و زویر دامادش، همه کارگرای تاجیکشون از خانه‌هاشون پیش کرده گیان خدمتگاراشون و حالا ای فیلیپین یعنی که کارگر آورده گیان و همه کارگرایی که کار میکنن در آنها دخترکای فیلیپینی، بچه‌کای فیلیپینی، یعنی که خوب مهم کارگرای از اونجا آوردن کارشون دارن و دیگر به تاجیکا باور ندارن. انشالله خیلی دوام کنه همه خیلی دیگه همش به هوا فیلیپینی ها دیگه ای تاجیکا باور ندارن و فکر میکنن که ای رحقتی ای اصلاح خلاص میخورن، لیکن انشالله هیچی خلاصی نداره. شما اگر ای افریقا بره زنگی ها را بیاره اگر فایدتو نداره، انشالله ما زبانی همونا را پیدا میکنیم، معلوماتش ما را میگیریم، هیچ چیز یق نشه. خوب انشالله این معلوماتی بود که قبل از اینکه شروع کنیم به سمع شما بینندگان گرامی رسوندیم تا اینکه الحمدلله کارهایی که انجام داده ایستیم کارها خیلی یعنی به نفع و به یعنی نفع ملت هم.